سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم که بت فایت بازی کنیم با آقا رضا که چنلش روی صفحه میاد. خوبی آقا رضا؟ عالی داداش. اوکی. اوکی. اوکی تجید بعد تور ترور هارده بدشون زدم. برو بدشون زدم. داداشت بدشون زد. اینقدر بچه طول میکشه یه مچ یکی چیز کنه بت فایت دابل بیاد. ما فقط 5 دقیقه منتظر بودیم که بیاد. اوکی این مچ اول داداش. مچ اول بریم برای مچ دوم. والترای میزنیم. او چه سریع اومده. چاجی پینگشون چقدر خوبه. 22 64. اوکی تو این آخ نمیگیره نزن. کلاچ کرد. بلکم داره محو میشه. بلکم داره محو میشه. من دارم فشاری میشم. او داره بدو میزنه. سه داری چیکار میکنه؟ میدونم من بلکم داره محو میشه. این نمیتونم بریج بزنم. اوه حاجی هرچند چرا ما باخت دادیم الان؟ نتونستم بریج بزنم بلکم. او اینا یکی دیگه. حاجی به اسمشون میخوره اینا. حاجی یکی پینگشون 18. نگاه کن چرا اونجا بلک میذاره؟ من دارم رو برون بلک میذارم. وای عجیب. اینا پرو نکن. نه باید وین کنیم داداش. بیا بابا این چرا وایت کن وایسا. نگاه من پشت بلاک گیر کردم. این هی داره جی اوکی فکر کنم دوباره یکم طول نکشه. خب بالاخره یکی اومد. نه بعضی وقتا باید رکورد رو چک کنم. جواد گیمینگ خره کیه؟ همه رو داشت. حاجی من درخواست ویدیو چک دارم. همین الان ویدیو رو بزن عقب چند ثانیه پیش بره. یارو چی جوری منو مثل ماس میزد. چیتر سگه. جواد گیمینگ چیتره. ریچتون خیلی داداش. جواد گیمینگ حاجی ریپورتش بزنم. همین حاجی واسه ریپورتش مگه میشه اینا اگه چیز دیگه شما کامز اینو ریپورت ندا سری بمشه. ادمینای تیرکس که به هیچ جاشون نیست. من اینجا یه کات دیگه بزنم. بریم برای مچ سوم یا چهارم اگه اشتباه نکنم. وای نه رضا بیافتیم دوزه. رضا بابا من الان 2 نفر یکی از اینجا. اوکی آقا چیز کن. نه اینجا یکم اسکلشون میکنم این یکی رو. چی جوری این تو بنده؟ این روم سیتر هست یا نه؟ یه اندستون ازشون کندم. نگاه پشمام ریخته با بلاک. ایزی پیزی لمس کویزی. اوکی بیا برو بابا تو قیافت این نفر
کجاروس میتونی اصلا مگه داریم؟ آره حاجی دقیقا منم همونجور شدم. ای این لیلاش کلاچ که اولی نگاه کن یه من داد کلا پرت شدم. جی جی. چیتر زدیم ایشالله یکی قبول کنه. یکی قبول کنه جان من، یکی قبول کنه. آجی تامنیل رو بذار چیتر زدیم. او یکی اومد چقدر سریع. کجایی؟ نه نیمدم اما پینگم بده. برو تامنیل خوبی گفتی زیر. اندسون ما اینکن بزن آره تیمی ها دوران اوجی اینجا اصفورشو کرد. شوتش کردی تو من چرا؟ من اصفورشو کردم تو میزنی. بیارم بابا. قشنگ اوکی. ای چرا سری؟ آره سری یا باز نمید. ادمین تریکس کیه؟ اونر تیرکس کیه و ادمین شما چیکار کنیم؟ باید ما بریم. او برو این نگاه دو نفرشونو یکیشون هم تو بزن. بزن دیگه بابا. نه حاجی میخوام اسکولشو کنم تو بیه. یارو خودشو اسکول که بالاخره اومدی؟ بالاخره چرا اینقدر جون داره؟ اوجی میگو چی؟ یارو سوپرمن چیزی وای سیتی. فکر کنم حاجی از این مچه جنگالی. نگاه منو بوست کنیم. چی فکریه؟ جون نداره. علی بی دبلیو من یکی آزنم اون یکی هم دردشو بکشه. چیز میگم ها جون نداشت ولی یه سودی داشتم. درسته جون نداشت. آره خوب اوجی به خدا این چیتره. هر وقت میرم سمتش پینگش بد میشه. حاجی کجا ایتش به من خود؟ این از اون مچهایی که طولانیه. نگاه بابا بیا برو دیگه. حاجی من باید اسم میگرفتم. من همونجا باید اسم میگرفتم. کامبو نگاه کن باز پینگش بد شد. منطقیه. یه ضربه من بهش نخورد. چرا نمیخوره؟ حاجی تو چرا انقدر پینگت بده؟ بابا بد رفت. حاجی پینگت بده یهویی 1000 تا دمیج رو هم دیگه رجستر میکنه. آره بزن برو مثل کوه پشتم ولی کوه تکون نمیخوره. همون منو بوست کنین. حاجی من اونجا باید خودم بلاک کنم بتونم یه بلاک رو بکنم. میگو بلاکینگ کرد اصلا یعنی چی؟ من بلاکینگ کردم چرا بلاکینگ هم نیست؟ اوکی بابا بدشونو زدم 3 چیکار میکنی؟ آشکام بد نهارم نه پینگم اینقدر بده نمیدونم ایزی پیزی. چیزی نمید
اوکی آقا حسابی داریم فقط وین میکنیم بابا بدشیش آره پینگم 249 منطق او یکی اومد من هنوز سرما حاجی خوردم این کوشی تیرکس بیریجش درست کنه 3 ساعتی بیریج براش نگاه کن نمیگیرم فشار چی فشاری کردم میرقصه واو 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 اوکی اوکی اسکلش کن برو من اسکلش کنم برو اوکی بده بزن اوکی ویکتوری اوکی خوشتر هم داریم ویکتوری میگه برو حاجی فقط وینستره چقدر سریع همه دارن میان دیدم ما اینجاییم دوست دارم حاجی خیلی من بریزم اوکی رضا الان میدونی به چی نیاز داریم پلتفرم بپرس این چی الان به لایک و کامنت بچه ها نیاز داریم وای گفتی همشون رو میزنم بچه ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره یو پشمام بابا دارم میخواستم بلوکی کنم رو من گیر کردم حاجی این آقا حاجی وینستری که ما بپره میبازیم و فکر کنم وینستری که 5 مونه الان نگاه کن نگاه من نتم چقدر تو بده ادیت نگاه میکنم دیگه چند تا وینستری بشه وات حاجی یارو تلپورت کرد اوکی اینم دوتا نگاه اصلا بلاکام مرد میشه اینا حاجی نمیتونم SVOL2 چیتره یه جوری بازی میکنه میگه فوش خارمادر بشید What the hell پینگ من یا داره قد نویز داره یا اون یارو دیگه خیلی غیر عادیه اصلا تا میای باش میکنی یا پینگش بابا چه دردیه بگذاری؟ آره یاوری جی اوکی بریم برای مچه بعدی باخت ندیم دیگه آجی وینستری که اون بپره دیگه تمام اینم از مچ بعدی داداشم رضا حاجی امیر که رفته خیلی مشکوکه چون میدونی چند تا عدد آخرش دارم بگی آخ یا ریجستر نکرد کلیش صدا کلیکام میاد ریجستر نمیشه حاجی یارو بولیه نه برو حاجی یارو داره فلای میزنه حاجی بلوکی رو فیت کردی؟ حاجی دیدی حاجی این ویدیو رو توی یوتیوب هم برو نگاه کن یارو داشت فلای میزنه فلای؟ آره پشما حالا تو نگاه کن اینجوری بهت میگم باورت نمیشه دیدیش به بلوکی سریع رفتم؟ اینا هم فکر کنم همونه باشه آره
یکیشون نه. اینقدر با چش عادی همون نمیشه. امیر که رفته بکن رو هوا داشت. بیا دوتا حاجی که با هم همزمان دیگه باید بیفتیم. خراب میکنیم بریزه. چیز کن تو بزن من من میگم تیریکس مشکل داره. اگه دوست دارید از این به بعد داخل ویدیوی خارجی هم ویدیو بگیرید حتما تو کامنت ها بگید. اوکی. حاجی همه امیر که رفته خیلی مشهور باید میگم پیگش خیلی برو من این اصول میگم برو نگاه کن نه حاجی ولی خب حالا ویدیو رو یه بار خودم رو نگاه میکنم ببینم قضیه چی بود. آقا این مچ آخر بریم ببینیم چیکار میکنیم آقا رضا. اگه این مچ رو هم وین کردیم قول بده که لایک میکنیم. ببین اصلا بیا تا جایی بازی کنیم که دیگه ببازیم. فکر نکنم اونجور بکرست شا حاجی ما نمیبازیم خب دیگه اگر یه ساعت طول کشید رکورد میزنیم حداقل رکورد. اینجا رو پاس کنم حاجی خیلی طول میکشه یکی قبول کنم. حاجی آخرش بیا یه دوئل بزنیم نظرته. یه آخر ویدیو رو یه دوئل مشی دوئل چی کامل رفتم تو وای بینم چقدر تو میتونی ببینی نگاه کن حاجی داداش تا حالا اینقدر نیفتاده بودم. نگاه کن چرا استوب میشه نه اوکی با این ما نگاه کن داری بازی در میاری دیگه بابا حاجی اصلا به شدت پینگم بده مچی که من و تو بزنیم 3 سال طول میکشه. جان بابا چه یه بار کلاش کردم برای چی اینجوری شد هول شدی یه لحظه اون کلاچ مکنی آخ چند تا جونی اصلا برای من میزنه سه تیرک اون باگ تیرکسی داشت تو هم همیشه برای من سیف تا جون داری برای چی میزنم نمید تلپورت شدی نگاه کن به قدری پینگم بده حاجی این مچ تمامی نداره آره پینگ بده شد پیه چه ننگی او وای تو از اسکی بدت میاد میدونم بدو زد مام بده تو میزنم داداش او داری میای خیلی کار زشتیه ای آجی با منم بازی نگاه یه دفعه برام اومده نه من باید ببرم چیه؟ آجی گرفت ویدیو من پرت میشدم چرا دیگه من نمیدونم داداش چند دقیقه اوکی مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید 119 اومدم مانه سید وایسا من خداحافظی کنم با بچه مرسی بچه ها که ویدیو رو تماشا کردید لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه خدا خداحافظ نگهدار.